سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. اگر تازه به کانال یوتیوب من اومدید، من مهیا میرصادقی هستم، دانشجوی اقتصاد و تجارت در کشور چین و علاقه‌مند هستم به یادگیری زبان‌های مختلف و در کانالم درباره تجربیاتم از یادگیری زبان‌های مختلف و هر چیزی که به نظرم جالب باشه براتون به صورت هفتگی ویدیو میذارم. ویدیوی امروز مخصوص خانم‌های محجبه عزیز هست که دوست دارن یک حجاب شیک و ترتمیز داشته باشن. حتما شما هم خیلی دیدید که بعضی از محجبا هی رو سرشون میاد عقب، نمیدونم موهاشون میاد بیرون، همش درگیرن و برعکس بعضی محجبا رو میبینید که هر کاری میکنه اصلا روسری در نمیاد، قشنگ کیپ و وایساده و خیلی ترتمیزه. این به خاطر اینه که سری اصول هستش که کلیه که اینها رعایت میکنن و حجابشون قشنگ رو سرشون وای میسه. در نتیجه قبل از اینکه وارد آموزش این مدل حجاب بشیم، میخوام نکات کلی درباره داشتن یه حجاب خوشگل بهتون بگم. مهمترین و اساسی ترین چیز درباره داشتن یه حجاب ترتمیز اینه که حتما زیر حجابتون یک هد بزنید. این هدایی که دیدید دیگه همه جا. کاری که این هد میکنه اینه که باعث میشه که فیکس روسری روی سرتون بمونه و تکون نخوره و موهاتون نیاد بیرون. کاری که من میکنم اینه که اول این هد رو سر میکنم و بعد برای اینکه حجابم خوب رو سرم وایسه با سوزن روسری رو روی هد تنظیم میکنم و به قولی میبندم. حالا چند مدل هد وجود داره. یه هدیه که اینجوریه، این مدلیه. یه هدیه هم هست حالت کلاه از پشت بند داره و بس نمیشه. من همیشه از این مدل هد استفاده میکردم، ولی چند وقته که از مدلی که پشتش بند داره استفاده میکنم. اون مدل خیلی بهتره، این همین مدلی که من سعی کردم، چون این مدل خیلی مو رو میکشه و باعث میشه که بعد یه مدت اصلا جلوی موهاتون کچل بشه. ولی اینی که حالت کلاهه و بند داره، این خیلی یکم شلتر البته، ولی خب خودتون میتونید تنظیم کنید که سفت سفتشون، ولی به هر حال اون مدل نیستش که موها رو بکشه و باعث شه که از جلو ریزش پیدا کنه. دومین چیزم که البته گفتم بهتون سوزن هست که خیلی مهمه، سوزن تهگرد که من خودم واقعا اصلا بدون سوزن نمیتونم حجاب همو ببندم و همیشه سر من پر سوزن بوده از بچگی. از موقعی شروع کردم به سر کردن حجاب. حواستون باشه حتما وقتی که از سوزن استفاده میکنید این ته سوزن به سمت داخل باشه که خدا نکرده حالا قبل کرونا که روبوسی اینو میکردیم من اینم خیلی من میترسیدم بره تو صورت یا چشم مردم. در نتیجه حواستون باشه حتما به سمت داخل باشه. چیز دیگه ای که میخوام بهتون درباره زیرسازی های حجاب بگم شاید خنده‌دار باشه، ولی کلیپس. بله کلیپس. خیلی خانم‌ها رو مسخره می‌کردن قدیما سر اینکه حالا حجابشون یا حالا شالشون زیرش کلیپس بود و اینجوری بلند بود و اینا، ولی حقیقت ماجرا اینه که برای حداقل محجبا این کلیپس خیلی حیاتی. من خودم به شخصا کلیپس نزنم حس می‌کنم که هی روسری میخواد بیاد عقب. این کلیپس الان من زدم، ببینید باعث میشه که نمیدونم ولی یه جوری قشنگ حجاب رو سر وایسه. کلیپستون رو کوچیک انتخاب کنید، خیلی بالای سر نزنید. ببینید من کجا زدم، همینجوری پایین بزنید در حدی که یه فرم قشنگی به پشت سرتون بده، همچین تخت نباشه سر. اینم خیلی مهمه و حتما سعی کنید ازش استفاده کنید که حجابتون قشنگ بشه. این از نکات کلی درباره داشتن یه حجاب ترتمیز و مرتب هست. بریم سراغ آموزش این مدل حجاب. خب رسیدیم به قسمت آموزش اصلیمون. من هدمو زدم و چون یقم باز و قرار آموزش بدم این یقه حجابم هم زدم. البته میتونید نزنید دیگه، وقتی حجابتون اینجوریه خب اینجوری میندازید نیاز نیست. خب من چون باز گردنم اینو زدم و این یقه حجاب خیلی چیز خوبیه به خاطر اینکه برای کسی که حجابشون به صورت توربان سر میکنن خیلی خوبه، قشنگ یقه رو میپوشونه و خیالتون راحته. پیشنهاد میکنم که حتما اگر ندارید خریداری کنید چون خیالتون رو راحت میکنه. کاری که من میکنم اینه که دو طرفش رو به یه اندازه میگیرم و تا میکنم. خب ببینید این پارچه من نمیدونم اسمش چیه، خودتون ببینید میتونید حدس بزنید. اسم پارچه ها رو بلد نیستم. این پارچه این شالیه که من از اینجا خریدم و شالاش خیلی راحت این بالاش به صورت تیز وای میسه، ولی تو ایران تیز وای نمیسه. به خاطر همین اول اینجوری میاریم جلو شالو. حالا یا از خط تاش سعی میکنیم اینجوری تیز کنیم یا اینکه یه کار دیگه میکنیم که don't judge me ولی از بابلیس استفاده میکنیم. آقا
خواهشاً قضاوت نکنید، نخندید، چون باید فقط محجب باشی که بدونی که چقدر این بابلیس مهمه توی قضیه حجاب. چون که دیدید بعضی چقدر حجابشون قشنگ صاف وای میسه، اینا همینه، از بابلیس استفاده میکنن. حالا من برای اینکه قشنگ دیگه مطمئن شم که تکون نمیخوره، اینو یکم تیز میکنم. خب بعد میتونید قسمت سفید شالتون رو، قسمت سفید هدتون رو بیارید بیرون، معلوم باشه. میتونید نه معلوم نباشه. بعضی هم هستن از شال، میگم شال، از هد مشکی استفاده کنن، اونم خیلی قشنگه. این سوزنی بودش که من داشتم، میزنم این پایین و اینو میارم روش. خب اینم دوباره این بر اینو میارم روش. خب به این صورت. بعد دو تا کار میتونید بکنید، یا با یه سنجاق قفلی از زیر اینو محکمش کنید که دیگه خیالتون راحت باشه. یکم طول کشیدم. خب آره، یا اینکه نه همینجوری رو صاف بذارید. من میبندم همیشه چون دیگه خیالم میخوام راحت بشه که تکون نمیخوره. تمام. فوق العاده راحت، فوق العاده شیک، فوق العاده تمیز. این از این. حالا من این هودیم کلاه داره، یکم پف کرده، ولی آره این مدلی. خب حالا سر طرف ببینید. حالا دختر ترکا چیکار میکنن؟ این دوتاشو میارن عقب. حالا میتونید نیارید، ولی خب میخوام بگم که ترکا چطور میزنن. بعد از پشت اینو گره میزنن دختراشون. خیلی خوشم آمد، خیلی قشنگی به نظرم. گره میزنن اینجوری میشه. خب ولی حالا اینجوری. ولی حالا من خودم همین مدل ساده‌شو دوست دارم. این از این چطوره؟ نظرتون بگید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر این حجاب رو سر کردید برای من عکس بگیرید و به دایرکت اینستاگرامم بفرستید. خوشحال میشم که صورت ماهتون رو ببینم. و اینکه اگر سوالی در رابطه با این مدل حجاب داشتید حتما برای من توی کامنت بنویسید. سعی میکنم حتما بهشون جواب بدم. یادتون نره که لایک و سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.